ای آن که در نگاه تو خورشید خفته است، پرواز را به نام تو آغاز می کنم. سپاس مر خدایی را که جهان را آفرید و انسان را آفرید و آن را عقل و خرد بخشید. برنامه تلویزیونی همه با هم، ندای انسانی ما به هموطنان مهاجر در سراسر جهان و صدای آزادیخواهی به هموطنان در قید استبداد در کشور ماست. این برنامه تلویزیونی وظیفه خود می داند تا سهم کوچک در همپیوندی با بیجا شدگان هموطن که در کشورهای مختلف تحت قوانین مختلف زندگی می کنند و به غرض مطابقت زندگی آنها یا انتگراسیون و ترویج فرهنگ دیرپا و غنی تاریخی کشور ما با تدویر اذهان هموطنان به خصوص زنان، نوجوانان و جوانان و نقش آموزشی و تربیتی و سایر برنامه‌ها خواهد بود. بیایید همه با هم در برنامه همه با هم که از شبکه جهانی بهار تقدیمتان می گردد صدای همدیگر باشیم. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم و ارزنده ایتان. در عالم خیال تو با منی، تو با منی، تو با منی. شبانگاهان که فریاده تو من آهنگو می سازم، نهاف تراز عشق تو میان پرده ای سازم، نهاف تراز عشق تو میان پرده ای سازم. ای دور ای مهار، ای دور ای مهار، در عالم خیال با منی، با منی، تو با منی. چو روح من، چو قلب من تو در تنی. ای دور ای مهار،
فشار عشق تو خورد سراپای وجود من، سراپای وجود من، تمام تار پودی من، سراپای وجود من، تمام تار پودی من. ای دور ای مهار، ای دور ای مهار، در عالم خیال با منی، تو با منی، تو با منی. چو روح من، چو قلب من، تو در تنی. ای دور ای مهار، ای دور ای مهار، در عالم خیال تو با منی، تو با منی، تو با منی. آغاز کلام است که از اسمای زیبایش سلام است. با درود و مهر خدمت بینندگان عزیز و گرامی برنامه همه با هم. مایه خوشبختی است که بار دیگر در کنار شما هستیم تا ساعات را با هم در روشنایی سخن، همدلی و آگاهی سپری کنیم. امروز سه‌شنبه 26 آگوست 2025 برابر به 4 سنبله 1404 هجری خورشیدی هجری شمسی، ساعت 8 شام به وقت اروپای مرکزی، ساعت 2:30 شب به وقت افغانستان عزیز کشورمان و ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کانادا در کنار هم جمع شده ایم تا با هم نفس تازه کنیم و گوشه از دنیای خبر و هنر را به شما عرضه کنیم. من نجیبه درویش هستم، مجری برنامه همه با هم، همراه با متصدی برنامه محترم سید صلاح الدین امین و تیم پر انرژی و خلاق شامل بانو زلیخا پوپل، شاعر توانمند ما عزیزه جان عنایت، همکار پرتلاش شغله جان و نازیلا جان همکار عزیز ما با همت و همراهیشان جلوه ویژه به این برنامه بخشیدن. خوشحالیم که بار دیگر فرصت همراهی کرد ما را با شما عزیزان برنامه را پیشکش کنیم. درنو لیدونکو سلامونه او نیکه هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. درنو لیدونکو هغه چې تاسو ته په دې خپرونه کې وړاندې کیږي د هېواد او نړۍ خبرونه، ویونکې میرمن نجیبه درویش، د ورځ مسئله وړاندې کوونکې ښاغلی صلاح الدین امین او میرمن زلیخا پوپل د خپرونې چلوونکې. د خپرونې میلمه محترم ډاکټر محمد انور ترابي سره مرکه د روغتیا او ځان روزنې په هکله د خوړو له لارې. د ځوان سندرغاړی رحمت جان احمدي سره مرکه، د شعر د کلمه د نجیبه جان درویش په ښکلي غږ، او په پای کې د خپرونې خبریال راپور له ګران هېواد څخه. درنو لیدونکو، په پیل کې به ستاسو پاملرنه د دې ساعت خبرونو ته راوړم. ویونکې نجیبه جان درویش. دفتر اتحادیه اروپا در کابل در اعلامیه گفته است که حدود 10 میلیون یورو
کمک از طریق یونیسف برای کودکان نیازمند افغان و ویژه آنانی که از ایران و پاکستان اخراج شده‌اند به مصرف خواهد رسید. در اعلامیه آمده است که این کمک اتحادیه اروپا در مدت 3 سال در بخش‌های آموزش، صحت، تغذیه و سایر نیازهای اساسی زندگی کودکان افغان هزینه خواهد شد. اتحادیه اروپا از سال 2018 تا کنون در مجموع 38 میلیون یورو برای حمایت از کودکان افغان کمک کرده است. با وجود این کمک‌های بین المللی، وضعیت بشری در افغانستان همچنان شکننده است و بر اساس گزارش‌های سازمان ملل نیمه از جمعیت این کشور به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. وزارت مالیه طالبان پس از 4 سال تأخیر پرداخت حقوق متقاعدین را اعلام کرده است. این وزارت روز یکشنبه در اعلامیه گفته است که در گام نخست متقاعدین نوع اداره و وزارت تثبیت شده پس از تکمیل روند محکمه ویژه پولهای خود را دریافت خواهند کرد. این نوع اداره تایید شده شامل اداره ملی استاندارد، اداره مبارزه با حوادث، ریاست تربیت بدنی و ورزش، وزارت شهدا و معلولین، کمیسیون اصلاحات اداری، اداره حفاظت محیط زیست، ریاست عمومی محافظت ارض، دفتر شورای امنیت ملی، وزارت اقتصاد می شوند. این وزارت افزوده است که جدول زمانی پرداخت برای سایر اداره ها و وزارت ها پس از تکمیل مرحله اول در تاریخ 25 سنبله اعلام خواهد شد. منابع آگاه به العربیه گزارش دادند که هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در افغانستان پس از تعطیل کردن مدارس راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه‌ها بر روی دختران از زمان تسلط این گروه بر افغانستان در سال 2021 اکنون دستور داده است تا آموزش دینی برای زنان و دختران ممنوع شود. به گزارش این منابع، رهبر طالبان در نشست اخیر کابینه که گفته که هفته گذشته در قندهار برگزار شد، دستورات شفایی به وزارتخانه‌های آموزش و تحصیلات عالی صادر کرده تا ثبت نام دختران در مدارس دینی به تدریج متوقف شود. نخستین گام در اجرای این تصمیم عدم صدور گواهی فارغ التحصیلی برای آنان خواهد بود. همچنین منابع آگاه افزودند که دلیل این تصمیم بر اطلاعات باز می‌گردد که به آخوندزاده رسیده است، مبنی بر اینکه مدارس دینی شروع به تدریس علوم جدید از جمله ریاضیات، علوم و زبانها کرده اند و در عمل تنها نام مدارس دینی را نمی‌کشند. شخصی که ویدیوی آن به وفور در شبکه‌های اجتماعی نشر شده که طالبان جسدش را از پا آویزان کردند کیست؟ این شخص نامش داوود است و عضو یک جریان نظامی ضد طالبان است. این جریان نظامی تحت نام نهضت آزادی بخش افغانستان در ولایت هرات فعالیت دارد. نهضت آزادی بخش روز 28 اسد ملا حسن آمر جنایی حوزه 10 امنیتی طالبان در شهر هرات و محافظ آن را در منطقه درب قندهار کشته بود. اکنون طالبان در هرات یک عضو این گروه را دستگیر کرده او را کشتند و سپس جسدش را با رنجر پلیس در شهر روی زمین کشاندند و در نهایت نمایش دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که پس از گفتگوی اخیرش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هنوز احتمال دستیابی به توقع صلح برای پایان جنگ اوکراین وجود دارد.
ترامپ روز دوشنبه 25 آگوست در پاسخ به پرسش خبرنگاران تاکید کرده است که هر گفتگوی با پوتین خوب بوده است، اما افزود که عملات اخیر روسیه بر کیف او را خشمگین ساخته است. رئیس جمهور آمریکا افزوده است که ولادیمیر پوتین علاقه به دیدار مستقیم با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ندارد، زیرا او را دوست ندارد. با این حال ترامپ تاکید کرده است که فکر میکنم جنگ به زودی پایان می‌یابد. یک دیپلمات ارشد فرانسوی هشدار داده است که نشست روز چهارشنبه در ژنوا درباره برنامه هسته‌ای ایران آخرین پنجره باز برای تهران است. العربیه روز دوشنبه 25 آگوست گزارش داد. این دیپلمات گفته است که هیچ مانعی در برابر بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران وجود ندارد و برای اجرای دوباره آن نیاز به اجماع شورای امنیت و رای روسیه و چین نیست. او تاکید کرده است که در صورت بسته شدن این فرصت تمامی تحریم هایی که 10 سال پیش لغو شده بودند دوباره اعمال خواهند شد. این اظهارات در حال مطرح می شود که مهلت اجرای دوباره مکانیزم ماشه در توافق هسته‌ای 2015 ماه اکتبر امسال به پایان می رسد و تلاش های 3 کشور اروپایی برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن تاکنون نتیجه نداشته است. با گزارش رسانه محلی بی زد برلین در درگیری با چاقو بین 2 گروه از جوانان در برلین دست کم 6 نفر زخمی شدند که وضعیت یکی از آنان وخیم گزارش شده است. شاهدان عینی گفتند که همه زخمی‌های این درگیر افغان بودند. پلیس تاکنون هویت این افراد را تایید نکرده است. بر اساس گزارش خبررسانی از اروپا، پروتست علیه حکومت نتانیاهو در تل‌آویو ادامه دارد. مردم جنگ با فلسطینی ها را محکوم می نماید. پایان اخبار از برنامه همه با هم تلویزیون جهانی بهار. ډیره مننه نجیبه جانې. درنو لیدونکو، په دې برخه کې له ښاغلي سید جلال الدین صحیح مو ویله لکه څه او کس ډیره بخښنه غواړم نوم مې لکه صحیح نه دی لیکلی. صلاح الدین ښاغلي سید جلال الدین که صلاح الدین، ډیره بخښنه غواړم. نو تو دې سوال سره پاس کړی با مزد زیاد خوره گلم. نام ما سید صلاح الدین امین است. ډیره بخښنه غواړم. سید صلاح الدین امین، ښاغلي سید صلاح الدین امین او میرمن زلیخا پوپل نه هیله کوم چې تاسو ته خپل زړه پورې مطلب وړاندې کړئ. مسئله روز پاک لکه. تشکر شما. تشکر میکنم از خوار عزیزم که ما تشریف آوردین. همچنان نزله جان که دادن انانس. سپاس بکنم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بیننده های عزیز شبکه تلویزیونی بهار در مخمو. بخصوص یک سلام ویژه خدمت بیننده های عزیز برنامه همه با هم. امیدوار هستم، آرزو دارم در جای نقطه از جهان زندگی دارین با فامیل خانواده لباس صحت و سلامتی را به تن داشته باشین که آرزوی همیشگی است. دوستان نهایت گرانقدر، پیش از اینکه سر مسئله روز خواهر عزیز ما آغاز بکنم و ما هم به ترکیبشان ما میخوایم در 3 نکته مکس کنم و خدمت شما باز برسانم. نکته اول این است که دوستان عزیز، شنونده‌های بزرگ، افغانای عزیز ما در سطح دنیا، خدمت شما باز میرسانم. وقتی که ما در کشور آلمان در شهر هامبورگ مظاهرات را برای نختیم، اعتراضات برای نختیم و به خاطر هموطنان عزیز ما و به خاطر پرنده های عزیز ما که در کشور ایران، پاکستان و همچنان ازبکستان و همچنان دالمان زندگی دارند به این نام است. عزیزای، ما هیچ وقت با طلبا همدست نبودیم، نیستم
و دائم هم نمی باشم. ما وقتی که مظاهره یا اعتراضات براناختیم، و اعتراضات علیه مردم نجیب ایران به این صورت، علیه مردم نجیب پاکستان به هیچ وجه، علیه مردم نجیب و کشور تاجیکستان به هیچ وجه و همچنان آلمان. عزیزای دلم، ما هر کاری که انجام میتیم اینجا تیم کاریست، 11 نهاد دو کار میکنه که در کدام مورد چی باید صحبت شود. ما انزجار خدا، نفرت خدا نسبت به حکومت ها ابلاغ کردیم. ما به حکومت آخونده که در ایران عمل سرکار هستند و به حکومت پاکستان، همچنان به حکومت تاجیکستان و ازبکستان و همچنان به حکومت آلمان که آقای مرز عمل درست است، رئیس صدراعظم آلمان. عزیزان، ما ضد مردمای کشورها به هیچ وجه نبودیم، نیستیم و نمی باشیم. مردم ما احترام میکنیم، به قدر نظر بسیار احترام مینگریم. صرف زمانی که حکومت ها عمل ناشایسته نادرست انجام میتن، ما مجبور هستیم از طریق رسانه‌ها، از طریق اعتراضات، از طریق مظاهرات در مجموع، ببینید مظاهرات در تمام جهان برای افتاد، در تمام جهان در مجموع، به خصوص هم در شهر هامبورگ که به سلامداری یا به رهنمایی محترم محمد جان قادری برای انداخت، ما هم دوجه سم داشتیم، 11 نهاد دو سم داشت. عزیزای ما برای ما گفتین شما با مزد شما اعلان کردید که آقای امین یا سید امین طالب است یا او برای مردم ایران توهین کرده، به هیچ وجه نه. من نمیخوایم و نه در نهادم است که من و نه برای دستگران برنامه ما. اگر من این کار انجام بدم، دستگران برنامه ما من جز نمیتونن که ما ضد مردم باشیم، به هیچ وجه نه. وقتی که نابرابری ها صورت میگیره، بی‌عدالتی ها صورت میگیره، مردم ما در جای توهین تحقیر میشن، در کشور کسی پراینده است، بنده چی داره؟ از دلم چی داره؟ بگید شما کدام کار داره؟ او میره در کشور پراینده میشه از خاطر جنجالایی که فعلا در افغانستان وجود داره. آیا ما به این ترتیب بکشیم؟ حق داره که افغانان رو بکشیم؟ چرا نه؟ هر کشور حق داره که تصمیم بگیره و افغانان رو بگیم بفرمایید، اما به شکل انسانیش ما گفتیم. ما هیچ وقت نگفتیم که ما ضد مردم ایران هستیم، ضد مردم پاکستان هستیم و ضد مردم ازبکستان هستیم یا ضد مردم آلمان، به هیچ وجه. و نبودن نیست و نمی باشیم. تشکر. یک قضیه. دوم، مکسی که میکنم برای ما برای رسانه های بزرگی که از طریق تلویزیون های بخصوص پخش میشن و نام و نشان دارن و همه گپا را میخواین که روشن بسازن، کار بسیار نیک. اونا کارایی میکنن که باید نسل آینده که به داره در پیش است، جوانای ما بر از ما، اونا باید بفهمن که در افغانستان چی بود، چطور گذشت، چی مورد بود، موضوع داغ تشریح میکنن. اما یک خواهش مایی است که وقتی یه رسانه که خودم هم در میان دوباره شما قرار دارم، عفت کلمه باید مراعات کنیم. باید، برای اینکه ما میگیم ما رسانه ساز هستیم، ما از ژورنالیسم دفاع میکنیم، ما رسانه دفاع میکنیم، پس خود ما رسانه ساز هستیم و میگیم تلویزیون برنامه داریم. چطور میتونیم که برای کسی، برای خانمش، برای فامیلش، خانوادهش توهین، تحقیر و دشنام بدیم؟ به هیچ وجه نه. ما زیر یک بستم مظلوم دوستایی که همین کار انجام میتن احترام خود میکنم که نمیگم که نامشون رو میفهمم، رسانه رو میفهمم، نمیخوایم بوده خود برنامه ما یا دستگاه برنامه باید اجازه ندارن که من نام از اونا بگیرم، نمیگیرم. اصلا خواهش میکنم که وقتی شما میخواین که واقعیت‌ها را برملا بسازین و روشن بسازین به نسل بعدی، زمانی که صحبت میکنین در برنامه میایین، اینا که من در برنامه عمل هستم، امروز شما دوباره قرار دارم و باید به مسئولیت صحبت کنم و همچنان با عفت کلام باید همطور باشه. رسانه همطور کار داره، همطور باید باشه. با مزدد که مراد نمیشه، کسی میشه کاملکا و نجیبکا و کشمندکا و فلانی چی میگن غنیکا یا کزایکا، نادرست، به جای بیمارد است. ما خلاف از یک هستم. برای ما همچنان لطفاً در برنامه‌تان وقتی که تشریف میارین میرین گپ میزنین، عفت کلام شما خواهشمند هستم که مراعات بکنید. دوستان، با تاسف بازم سرگرم نشدیم پیش کشور آلمان. من رئیس مسئول
شورای موجودان در کشور آلمان و یک رسانه دارم، برنامه دارم، برنامه به هم. راستی نمیتونم سر بلند کنم. بازم مشکلات و پرابلم از افغانای عزیز ما، از جانای عزیز ما که اثر استعمال دخانیات و دیگه بال نمین، با چاقوکشی 6 نفر در کشور آلمان در شهر برلین زخمی کردن، گیری خدا با چاقو حمله کردن و یک تنشان فکر میکنم که امروز فوت کرده باشد، تا بال برس نداریم و خیم از دیگرشون هم بسیار جرات شدید داشتن. آیا افغانای عزیزم، بارا ما از طریق همین تلویزیون، از طریق همین برنامه دیگه به رسانه‌ای که بار پخش میشه، همیشه خواهش کردن که افغانای عزیز ما در آلمان، امریکا، جرمنی، فرانسه، آلمان، هلند، در هر کشوری که قرار داره، لطفاً متوجه خود و متوجه فامیل خودتون باشین. بس از دیگه در کشور آلمان آنقدر زیاد شد، مناسی نمیله که اگر 10 از ما در روز پنجشنبه باید بریم در راتاو، راستی من نمیتونم که برم سرم پایین است. به چی خاطر؟ چی بگویم؟ چی جواب بدم؟ چه اصلاح کنم؟ بازم لبنه، بازم کشتن، بازم چاقو. عزیزای دلم، وقتی چاقو میزنین، وقتی که کارت میزنین، چرا جای دیگه نیست؟ برین بخیر کشورتان دموجه برین که چاقو میزنین، کار میزنین، طالبا که تان جرم جزا میده. عزیزایم، برای خود دفاع میکنین، برای خانم عزیز دفاع میکنین، برای اولاد نازنینت که 2 سال، 5 سال، 4 سال، 3 سال، 7 سال است، در اینجا آمده باید تحصیل کنه، دست بخونه و سبا الگوی وطن شما شما باغ دتان شما، شما او رو ضربه میزنید. اون نرگم سر بلند نمیکنن. چطور میتونه که پدر فامیل نباشه؟ اولاد فامیل درست بله نه، به این ایمان دارم، مربوط میشه به خانم فامیل همچنان که با حرمت، با شرف و با عزت پیش میره و اولاد خود تربیت میکنه. من شاید از دارم زیاد نمیخوایم که بگویم مثال کی، اما خانمایی هستن که شرافت دارن، شخصیت دارن، بزرگی دارن، فامیل خود میشناسن، میرن کار میکنن، زحمت میکشن، اولاد خود تربیت میکنن. بچین از اینکه او عزیز ما، دوست ما که با گل نمان یا وقت میگم مثلا دوست دارم میگه نمان، حالا رفتن به طرف دیگه. اینا خودت که بندی میشی عزیز دلم و خودت آلمان میکشه. عزیزا شما خبر دارین آلمان اعلان کردن که ما جانی قاتل، کسی که خلاف نرمای پیش میره بخصوص جنایتکارا ما نگاه نمیکنیم، شما رو رها میکنیم به افغانستان. پس افسر عزیز چی میکنه؟ دختر نازنین چی کنه؟ بچی نازنین چی کنه؟ و طفل معصوم چی گناه داره؟ با خدا دور بینو افغانای عزیز ما یک بار میشه کدام سیمینار دایر کنیم، جهانی دایر شود که ما تمام سراسر جهان، از مخویی که اصلا گپ ندارم، دانشمندای وجود دارن، بزرگای وجود دارن، ژورنالیستای بزرگ هستن و تصاحبای هستن که اونا میفهمن صحبت کنن. چی قسمه کدام را که شما صحبت کنیم؟ ما خیلی نفهمیدم، با معذرت. راستی شرم‌آور است، خجالت‌آور است. من میل خودم میشرمم که چطور امیگه به یاد میکنم. بازم آقای ما چاقو کارت کاش که بودن که مثل میریا جان موری باشه. میریا جان شفته هفته یک ماه پیشتر در پارلمان هامبورگ قدر عالی صحبت کرد، قریب درشید که دل ما را روشن ساخت. تمام گپایش به خاطر شما، به خاطر ما، به خاطر هموطنایشون که در کشور آلمان زندگی میکنن. برای طرف مقابل که افتیدیز آنقدر شدید گفت که هیچ نداره. حتی اونا من خبر دارم که طرف حزب اسپیدی برشون احترام صادر کردن. گفت من هیچ مشکل ندارم از اخطاء ولی من میخواد مردم خود دفاع کنم. واقعا دفاع کنم. اینه میگن افغانیت، اینه میگن بزرگی که ما میریم پیش بریم باید. ولی که وقت کار میدونیم، چاقو میدونیم، دروغ میکنیم، زن خود میکشیم، دختر خود میکشیم، اولاد خود میکشیم، کجای از افتخار است عزیزای دلم. تشکر. من زیاد گپ نمیزنم، زیاد گپای دیگه هم دارم، نمیخوام وقت برنامه زیاد بگیرم. از نوجوان جان تمام خواهش میکنم که از خوره بزرگ ما محترمه بانو فرهته از زلیخا جان پوپل خواهش کنم که تشریف برن. مسئله اوله بعد از از خوراکم ختم شد، مسئله دومه من به خونش خاطر گرفتم. تشکر نازلا جان از مهربانی و محبت شما. خوجان سایتان نمیشنیم، سایتان نیست.
ببخشید مامایی که قید کرده بودم از اون خاطر که صدا نرود. بله. تشکر میکنم از شما آقا صاحب. اولتر از همه که دوستای ما رو در روشنی قرار دادین. می‌دونی کنید. دوستان عزیز، وطنداران گلم که ما را از امواج تلویزیون جهانی بهار مینگرید، درودها و سلامهای صمیمانه، خالصانه و دوستانه مرا پذیرا شوین. عزیزان دل، با وجوده که چند روز از تاریخ 28 اسد سپری شده، اما چون تاریخ برنامه ما بعد از 28 اسد آمد، مبصر سیاسی ما در این مورد مضمون را تهیه و ترتیب دیدن که مبصم شما میرسانم. 28 اسد سال روز استقلال افغانستان. این 28 اسد مصادف به 106مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان واحد سربلند. در این روز تاریخی مردم شجاع ما در این روز تاریخی مردم شجاع ما، پشتون ها، تاجک ها، ازبک ها، ترکمن ها، بلوچ ها، نورستانی ها، ایماق ها و عرب ها در یک همبستگی ملی با نثار جانهایشان با استعمار انگلیس که آفتاب در قلمرو آنها غروب کرده نمیتوانست نگفتن و آزادی این سرزمین کهن افغانستان را با قیامهای شجاعانه و مردانگی خود به دست آوردند. با آنکه همیشه کسانی بودند و هستند که ارزش استقلال را نادیده میگیرند و خون هزاران شهید راه آزادی را که کم اهمیت جلوه میدهند. اما حقیقت این است که استقلال افغانستان دستاورد عظیم و افتخار آفرین برای همه نسل هاست، برای تمام نسل افغانستان است. پرچم سه رنگ ما در کنار بیرق کشورهای آزاد جهان برافراشته شد و نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد به عنوان کشور مستقل و قهرمان جای گرفت. روسیه شوروی که پس از انقلاب اکتبر 1917 قدرت را به دست گرفته بود، نخستین کشور بود که در سال 1919 استقلال افغانستان را به رسمیت شناخت و به دنبال آن سایر کشورهای جهان نیز ما را به عنوان ملت آزاد پذیرفتند. گرچه در 4.5 دهه اخیر جنگ ها و بحران ها مجال شادی و آرامش را از مردم ما گرفته است، اما این نیز دنباله همان زخم عمیق است که ملت ما بر پیکر استعمار کهنه وارد کرده بود. با وجود همه سختی ها، مردم افغانستان هرگز سر تسلیم در برابر تجاوز و سلطنت بیگانگان خم نکردند و نخواهند کرد. ما با آزادی وطن و پرچم سه رنگمان و به هر قطره خون شهیدانی که ریخته شده است افتخار میکنیم. فرخنده باد 28 اسد روز استقلال افغانستان سرافراز. استقلال هدیه نبود، امانت خون شهیدان است. هموطنان، استقلال هدیه نبود که بر ما کس هدیه داده باشه، امانت خون شهیدان ماست. ملت ما میمیرد اما هرگز سر تعظیم در برابر بیگانه فرود نمی آورد. پرچم سه رنگ افغانستان یادگار آزادی نماد همبستگی ماست. یادگار آزادی نماد همبستگی ماست. همیشه در اهتزاز باد. تشکر میکنم از مبصر ما که ما را در روشنی قرار دادن و این مضمون با محتوا را بر ما فرستادن. سلامت باشید. تشکر خواهرگلم از شما و همه من برنامه خود از مبصر سیاسی ما که همیشه لطف کردن مهربانی میکنن، موضوعات بسیار داغ خوبی روز بر ما روان میکنن. سپاس گزاری میکنیم. باشن طول عمر سعادت و نیکبختی آرزومند هستم. تشکر از شما آقا صاحب. سلامت باشید. خواهرگلم شکلت میکنیم. میم سر مسئله دوم، الاسکای
ازاره سوم، سپر سیاست. ازاره سوم معنیش از قرن، یعنی عددشان از قرن 21 است. نمودها، اشارات و ایماها را در بسر خود دارد. هر یکی از اینها بیست از چند منظر روایت شد. از جمله الاسکا که به عنوان نماد تاریخی پسافروشی اتحاد شوروی در کنون بازنمایی شد. نمادها و نمونها. الاسکا تاریخ جغرافیایی مشترک روسیه و امریکاست. امروز پس از ملاقات پوتین، ترامپ و نماد نزدیکی پرقدرترین کشورهای جهان تبدیل گردید. شما دیدین که آقای ترامپ رئیس جمهور امریکا از پوتین استقبال کرد. وقتی که پوتین از طیاره خارج میشد چک چک کرد، برش استقبال کرد که واقعا کار خوبه با درست انجام داد. الاسکا سرترین ایالت امریکاست که نماد از سرترین روابط امریکا و روسیه را در حال فعلی به نمایش میگذارد. سفر پوتین و استقبال گرم و به سابقه از او توسط ترامپ که ترامپ نمود، از آغاز روند گرمی روابط میان دو ابرقدرت را باز تعریف میکنم. جدایی پذیری گرم از میمان نشستن هر دو رهبر در یک لیموزین و در یک مسیر به سوی محل اقامت به گونه نمادین استفاده از ابراز واحد مکانیزم و مسیر همسو در راستای حل اختلافات، منازعات و کشل‌های جهانی را حاکی هست. تیشرت رئیس دیپلماسی روسیه سرگئی لاروف با نوشته SSP میمانا که او معنای SCCP به روسی سوسیالیستیک رپوبلیک، ما روسی که زیاد ندارم، معنیش همی است، جمهوری اتحاد شوروی سوسیالیستی سابق، به این نکته و صراحت تاکید دارد که روسیه به دوران شوروی باز میگردد و کنون نیز با همان دینامیزم قدرت برای نظم جهانی جدید در الاسکا حضور دارد. ملاقات این که همه جزئیات، همه توافقها و توافقهای در بسا مذاکرات گفته نمی شود، یک روال طبیعی در دیپلماسی و دنیای برای از که وقتی نمیخواین تمام چیزا رو باید تشریح بکنم و گپا همه درست باید پیش منظر ما باید تشریح شود. چرا نگاه داشت؟ وقتی جهان میخواه که همه گپا رو فهمند باید کلش واضح روشن تشریح شود که با مزد نمیشه. ولی آنچه به عنوان یک مفرز و در رفته از این دیدار میتوان برداشت که در شماری از مسائل کلیدی و چارچوب کاری در رابطه با کشورهای اوکراین و سایر مسائل ژئوپلیتیک جهانی و همکاری ها در حوزه‌های اقتصادی و روابط بین‌الملل توافق آغازین و یا به گفته دیگر نقطه عزیمت بازآفرینی و تثبیت شده است. تماس ترامپ با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین متحدین اروپاییش او یک نکته را القا میکند که او به عنوان یک میانجی وظیفه خود را انجام داده است. حالا زلنسکی و متحدان اروپاییش در این آوردگاه و بزنگاه تاریخ چگونه به کدام ابزار ها به بران پایان میدن و مسئولیت آنهاست. چطور میتونن به چه ترتیب به این مسئله که فعلا بین روسیه و اوکراین وجود داره او را خاتمه میدن و بمیشه به اونا که به کدام ترتیب پیش میدن. از قرائن به گونه پیداست که ترامپ صلح درازی سرزمین را که از سوی پوتین بی تردید مطرح گردیده پذیرفته شده. یعنی پیشنهادهایی که پوتین برای آقای ترامپ کرده فکر میکنم که از طرف آقای پوتین تا اندازه مورد تایید قرار گرفته که بی تردید آن را به زلنسکی و اروپایی‌ها در ملاقات دوشنبه که بعد از صحبت آقای ترامپ
با پوتین، اونا تمام اروپا در مجموع سفر کردن به امریکا در مجموع با زلنسکی یک جایی موضوعات بررسی قرار دادند. اروپایی‌ها در ملاقات شنبه واشنگتن بدون ابهام اعلام نمود. نکته این که ملاقات ترامپ پوتین نه یک دیدار ساده بلکه متغیر برای پویایی روند نظم جهانی نوین تعریف می شود. بله. رویداد تاریخی در الاسکای آذار سوم شتابرند شکل گیری نظام جهانی نوین را کلید زده که ملتزم آن است تا دینامیزم قدرت در نظام بین الملل نگرش باره شود. تشکر از مهربانی معبدی تاریخ 14/4 خصوصی ترتیب شده و بازتیاب میشه از صفحه شاهین ما گرفتیم که من خودم و دوستان همیشه کل ما در مجموع ازشان تحلیل بسیار بجای، تحلیل بسیار خوب، بلند، بسیار با ادبیات قوی سپاسگزار هستیم. تشکر. بله، سپاس فراوان از مبصر سیاسی برنامه اما با هم که واقعا همیشه تلاش میکنن، زحمات زیاد میکشن، ازشان یک دنیا تشکر. و جناب آقای سید صلاح الدین امین متصدی برنامه، از بانو زلیخا پوپل عزیز که واقعا برای تبصره های روشن و دلنشینشان این نکات ارزشمند چشمانداز تازه به مسئله امروز بخشیدن و دل ما را روشن ساختن. اکنون از شما یک دنیا تشکر، سلامت باشین که واقعا همیشه مسئله روزه به شکل بسیار عالیش و همون مسائل داغ شما ارائه میکنین و از بانو زلیخا جان پوپل هم یک دنیا تشکر که امروز لطف کردن. اکنون با شادی و امید به بخش بعدی برنامه می رویم تا لحظات دیگری از دنیای خبر و هنر را با هم تجربه کنیم. بله بینندگان عزیز، قبل از اینکه ما به بخش برنامه دیگر بریم، من می خواهیم عزیزایی که در بخش فیسبوک و پیام ها برای ما روان کردن، حداقل اگر پیام هایشان خوانده نمیتونیم، سلام ها خدمتشان تقدیم کنیم که مکی جانی عزیز همیشه در برنامه ها میاین و برنامه های ما را استقبال میکنن. از لطفشان یک دنیا تشکر. از بانوی مستحق ژورنالیست و نطاق ورزیده کشور بانو فوزیه جان شهاب که واقعا همیشه میاین برنامه ما را حمایت میکنن و سلام و عرض ادب در مقابل هموطنای عزیز ما دارن، ازشان یک دنیا تشکر. از محترم وایزی صاحب عزیز شاعر توانمند ما که لطف میکنن در برنامه همیشه با ما با کلمات زیبای خود هم برنامه را آذین میسازن، هم دلهای ما را خوشحال میسازن. و معذرت میخوایم که آقای ترابی، پروفسور صاحب ترابی که مهمان برنامه هستن، امیدوار هستیم که در برنامه داخل شده بتونن. ما اونا را کوشش میکنیم که برای ما پیام هم در صفحه نوشته کردن که نجیبه جان من در برنامه حضور دارم، صحبت محترم آقا صاحب را مکمل شنیدم و حالا خواهر ما صحبت دارد، لطفا من را عد کنید که صحبت کنم. مشکلاتی هستن که اونا فکر میکنم امو لینک را که برشان روان شده از آدرس او لینک نمیتونن که داخل برنامه شون. ما تلاش خدا میکنیم اگر اونا را تونستیم به برنامه بیاریم، اگر نشد ما را شما بینندگان عزیز به بزرگواریتان ببخشین و از حضور پروفسور صاحب هم معذرت میخواهیم که نمیتونن در برنامه بیان. امیدوار هستیم که بتونن بعد از سخنان ما بتونیم اونا رو در برنامه داخل کنیم. و همچنان از نبیزاده صاحب تشکر، سلام عرض خدمتشان میکنیم. از خاطر جانی عزیز تشکر میکنیم که در برنامه با ما هستن. از عبدالله فواد جان تشکر میکنیم. از عزیزانی که در برنامه ما بعضی کسا را اگر نامایشان نگرفتم حتما از پیشم تیر شدن، بسیار معذرت میخوایم، اما بازم
وجودتان، حضورتان در برنامه ما را قوت قلب میده، ما را انرژی میده و زیادتر علاقمند به این میشیم که دوستای ما چقدر ما را دوست دارن، چقدر ما را نوازش میدن و چقدر ما را استقبال میکنن، حمایت میکنن. این برای ما یک دنیا است. از شما یک دنیا تشکر. خب همکاری عزیز، شما گفتنی دارین که در غیر از او بریم به سراغ مهمان عزیز برنامه. درست است. صدایتان ندارم نازیلا جان، صدایتان نیست. ماویل بالکل سمه ده. د خبرونې سندرغاړو به راوبلو. فکر میکنم در این بخش برنامه مهمان ما محترم پروفسور ترابی صاحب هستن. بله. خود تاسو ویل چې هغه دوی تر اوسه ات نه دي. نه خیر، اونا نیستن، به خاطر که جاگزین برنامهشون ببینیم که اگر اونا ات باشن داخل شون. در غیر از او ما کمک معلومات درباره برنامه‌ای که محترم پروفسور صاحب بر ما می‌خواستن، برای که بیننده‌های عزیز ما دست خالی نرن از برنامه. ما یک چیز باید برشان داشته باشیم در زمینه غذا، صحت و هلت و کوشش میکنیم که اگر بتونیم پروفسور صاحب در برنامه بیاریم، خو این گپ بسیار خوب میشه. و در غیر از او من مجبور هستم که جاگزین از اونا مرا گستاخی را ببخشن که جاگزینشان شده نمیتونم. فقط میخوایم که در بخش برنامه خالیگاهی نداشته باشیم. چند سخن در باب صحت و غذا ما داشته باشم با بیننده‌های عزیز. فکر میکنم که مهمان عزیز ما نتونستند در برنامه داخل شوند. ما از حضورشان معذرت میخواهیم، از بیننده‌های عزیز ما که نتونستیم مهمان خدا همین لحظه ما را صدای ما را میشنون در امی استریم یارد که برشان آدرس برنامه برشان داده شده، اونا دارن، داخل هم شدن، میگن من خودم میبینم اما متاسفانه که داخل استودیو شدن نمیتونن. اینی یک مسئله بر از اونا هست دیگه، نمیفهمم که مشکل در چی است. خب به هر صورت بیننده های عزیز، محترم پروفسور دکتر انور ترابی یک شخصیت پژوهشی تحقیقی بودن که در برنامه میخواستن بیاین در موضوع نقش غذا در تامین صحت انسان صحبت کنن که ما واقعا از سخنان ناب از اونا مستفید می شدیم، اما متاسفانه نظر به موازیر تکنیکی نتونستیم که اونا را داخل برنامه کنیم. انشالله در برنامه بعدی براتون قول میتیم، وعده میتیم که قبلا ما امروز از اونا تفاهم کنیم و امی استریمیارد برشان روان کنیم قبلا که بتونن یک تجربه کنن و داخل استودیو شون. خب بازم با سلام و احترام خدمت شما دوستان عزیز، بینندگان گرامی، موضوع امروز ما را ما میخوایم یک کم صحبت درباره نقش غذا در تامین صحت انسان داشته باشیم. اما قسمی که ما شما میفهمیم انسان از آغاز خلقت تا امروز برای زنده ماندن و ادامه حیات نیازمند به چی است؟ نیازمند به غذا بوده. اما اهمیت غذا تنها در رفع گرسنگی خلاص نمیشه، بلکه غذا پایه و اساس سلامتی، توانایی جسمی، نشاط روانی و حتی طول عمر انسان تشکیل میده که وقتی ما غذا را میگیریم. و غذا و منبع انرژی چی است؟ بدن انسان مانند یک ماشین فعال است که برای حرکت و کار کردن به سوخت نیاز دارد. این سوخت همان غذایی است که ما روزانه مصرف میکنیم. کربوهیدرات ها، چربی ها و منابع انرژی که بدون آنها بدن توان حرکت یا فکر کردن و حتی تنفس درست ندارن که تا ما اینمی انرژی را نداشته باشیم. غذا در رشد بدن چی تاثیر داره؟ یکی از مهمترین نقشای غذا کمک به رشد و ترمیم بافت هاست که انسان رشد میده و در ترمیم بدن انسان کور بافت میده. پروتین ها مانند آجیرهایی هستند که ساختمان بدن می سازند. استخوان ها، عضلات، پوست و حتی خون ما به وسیله مواد غذایی ساخته میشه. این همین مواد غذایی است که
پوست بدن، خون بدن، رگ بدن، تمام چیزای بدن مواد غذایی میسازه و ترمیم میکنه. اگر غذای کافی و متوازن نباشه رشد کودکان مختل میشه و در بزرگسالان ضعف بیماری‌های مختلف بروز میکنه که ما میبینیم کسانی که غذای درست و مکمل نمیگیرن از کمبود غذا اونا میتونن که با امراض مختلف گرفتار شوند. غذا و دفاع بدن، وقتی که ما غذا را میخوریم بدن انسان چی نوع در مقابل غذاها از خود دفاع میکنه. ویتامین ها، منرال ها، مواد معدنی مانند اینا کارکردشان، عملشان مثل سربازای مدافع در بدن عمل میکنن. ویتامین سی در میوه ها و سبزی های مثل سیب تقویت سیستم ایمنی میشه. آهن موجود است که در گوشت و سبزی های سبز برای خونسازی ضروری است. کلسیم و ویتامین دی استخوان‌ها را محکم میسازه. وقتی این عناصر حیاتی را در غذا کم باشه، همین غذایی را که من یا میوه هایی را که یاد کردم اگر در غذا اینا کم باشن بدن در برابر بیماری ها ضعف میکنه و نمیتونه که دفاع کنه. امو است که سیستم امنی بدن پایین میشه. غذا در صحت و روان انسان چی تاثیر داره؟ کمتر کسی میدونه که نوع غذای ما در روحیه و حالت روانی ما نیز تاثیر مستقیم دارد. کمبود بعضی ویتامین ها و املاها می تواند که سبب افسردگی، اضطراب، بی‌حوصلگی در بدن انسان شود. در مقابل یک رژیم غذایی متوازن و سرشار از میوه یا سبزی یا مغزیات و غلجات می تواند ذهن شاداب و حافظه خوب یک انسان داشته باشه اگر غذاش مکمل باشه. غذای سالم و بیماری ها، یک انسان که سالم می باشه و اگر غذای خود درست بگیره میتونه که بدن سالم باشه و به بیماری مصاب نشه. امروز بزرگترین بخش بیماری های مزمن مثل فشار خون، دیابت، چربی خون و حتی سرطان به نوع غذای ما مرتبط قرار میگیره که اینمی بعض غذاها را که ما میخوریم اینمی امراض باعث میشه در بدن ما و انواع و اقسام نوشابه های گازدار ما میتونیم، چربی های مضر و شکر اضافی بدن که بدن بیمار میسازه. در مقابل مصرف غذاهای طبیعی، میوه تازه، سبزی ها، ماهی، حبوبات میتونه به طور مستقیم خطر این بیماری ها را در بدن انسان کاهش بده. تعادل در غذا چی است؟ اصل مهم در تغذیه اعتدال است. هیچ غذایی به تنهایی نمیتواند تمام نیازهای بدن انسان برآورده بسازد. بنابراین باید همه ما گروهی از غذا، نان و غلجات و میوه و سبزی و گوشت و لبنیات و مقدار متعادل روغنها در برنامه غذایی خود ما باید داشته باشیم تا یک بدن سالم داشته باشیم. و فراموش نکنیم که جزء عمده بدن انسان آب می باشد. نباید فراموش کنیم که آب هم بخش مهم از تغذیه است. بیش از 60% بدن ما را آب تشکیل میده. سلول ها که امی آب مواد غذایی را به سلول ها میرسانه، مواد زائد خارج میکنه و دمای بدن تنظیم میکنه. نوشیدن آب کافی یکی از ساده ترین و مؤثرترین راه برای حفظ سلامتی است. بله بینندگان عزیز، این بود درباره تغذیه و میوه ها و غذاهایی که ما یک صحت کامل داشته باشیم. پس دوستان عزیز، غذا فقط وسیله رفع گرسنگی نیست، بلکه بزرگترین داروی پیشگیرانه برای سلامت ماست. اگر میخواهیم عمر طولانی، زندگی پر انرژی و روان سالم داشته باشیم، باید به آنچه میخوریم دقت کنیم. خوردن خود باید زیاد دقت کنیم و متوجه از این غذاها در سر سفره خود باشیم. همکاری عزیز، شما در روزانه تقسیم اوقاتتان غذاهایی که میخورین آیا توجهتان به این است یا هر چی که پیش آمد نوش جان میکنین؟ صدایتان ندارم. بیا مغاک نسته. نه ډیر په خوړلو کې زه ډیر توجه کوم.
په دې سن کې څنګه لرو باید د توجه ورته وکړو کار بيخي لک خورم او غوړی نور غوړ شیان خو بيخي د مال هم د رژیم نه کټ دی ایس پکې نشته نو دا څه ولکو په سل مرزونه اخته کیږو بله بله ما بسیار توجه ما سر رژیم غذایی ما باید باشه سر تعادل غذا باید باشه اتو نکنیم که در یک زمان هر قدر که غذا مثلا به دست ما میرسه بخوریم و متوجه نباشیم هر قدر ما کم بخوریم اما قدر اما سیستم امینی بدن سرش فعالیت میکنه و به بسیار آسانی او را هضم میکنه اگر ما پرخوری کنیم خدای نخواسته که اما ماشین بدن هم از کار و فعالیت مندازیم بالکل بالکل دیگه خب در این بخش برنامه چی داریم دیگه همکاری عزیز بعد از این ما متاسفانه که نتونستیم پروفسور صاحب بگیریم اما امیدوار هستیم که در برنامه بعدی انشالله اونا را در برنامه بیاریم من میفهمم که اونا بسیار منتظر ماندن تقریبا ساعت 1 اونا تلاش کردن که در برنامه حاضر شن متاسفانه نظر به موازیر تکنیکی ما نتونستیم که پروفسور محترم ترابی صاحب در برنامه بیاریم چیزایی که من گفتم شمه از گفتاری از اونا نیست اما منتها من نخواستم که برنامه ما کمبود داشته باشه انشالله در برنامه بعدی چون اونا بسیار مقالات نوشته کردن کتاب ها نوشته کردن یک پژوهشگر بسیار خوب هستن یک و عضو مجمع دانشمندان و نخبگان هستند که خودشان عضو بورد مشورتی هستند و یک شخصیت بسیار معزز و خوبی هستند که امیدوار هستیم در برنامه بعدی بخیر انشالله اونا رو می داشته باشیم انشالله. و از گفتارشون مستفید میشیم. بفرمایید در این بخش برنامه ما چی داریم؟ په دې برخه کې نجیبه جان موسیقي سره څنګه او موسیقی خود چی میگن اما روح انسان است نی روح انسان بله همون رقمی که غذا ما را انرژی میده موسیقی هم برای ما انرژی میده انرژی بسیار بله بله بالکل بالکل څنګه د ځوان سندرغاړی رحمت جان احمدی نه هیله وکړو چې موږ سره راسي او څو خبرې او څو سندرې موږ ته ډالۍ کړي واو این خب بسیار گپ خوب میشه دیگه ما خوشحال هستیم که رحمت جان جوان مستعد جوان با استعداد خود خوش آواز و هنرمند خوب خود در برنامه داریم و اونا را خیلی از استودیو خواهش میکنیم که بروی صفحه بیارن امرشان خوش آمدید و سلام علیکی کنیم و ببینیم که چی دارن رحمت جان بار امرای ما. عرض درود سلام رحمت جان عزیز بسیار خوش آمدین در برنامه همه با هم ما شما را خوش آمدید میگیم واقعا ما را افتخار بخشیدین که در برنامه با ما هستین سلام برام پذیرا شوین همکار ما سلام برتان میگم رحمت جان ستړی مشي ډیر ښه راغلی تشکر میکنم بسیار زیاد سلام خدمت شما نجیبه جان خدمت همکار عزیزم ما بسیار زیاد خوشحال هستم و افتخار بخشیدین که مرا دعوت کردین در تلویزیون بهار و تلویزیون برنامه اما با هم و ما سلامای گرم خیش و تمام مردم عزیز خود در گوشه دنیا که هستن از طریق برنامه شما و از طریق تلویزیون جهانی بهار خدمتشان تقدیم می‌دارم. امیدوار هستم که هر گوشه دنیا که هستن خوشی‌ها و کامشان و سلامتی‌ها نصیبشان گردد و تشکر میکنیم از شما هم امروز در خدمت شما هستیم با یک هنر ناچیز البته که نجیبه جان ما بسیار مدت‌ها در کشورهای غربی غربت مسافری و با دستاوردهای بسیار کم فعلا فعالیت میکنم دیگه بعضی از دوستان ما را میشناسن و همکار عزیزتان تخلص ما به اشتباه گرفتن که احمدی نیست امیدی است و من رحمت امیدی هستم و بسیار خوب اشتباه از اونا نیستن به نوشته برای ما محمد آمده رحمت جان احمد آمده ما را با بزرگواریتان ببخشیم و خوشحال هستیم که حضور شما مایه افتخار و شادی ما در این لحظات برنامه است که لحظات دلنشین و پر از خاطرات و تجربیات هنری خواد بود برای ما. بله همکار عزیز شما بفرمایید.
ما ویل څنګه د څه په پایل کې د رحمت جان یو کل سندره واورو او پس لاره به څو پوښتنې ورنه ولرو. همکار عزیز میماندیم یکم سوال میکردیم باز آهنگش میشنیدیم. خب دیگه خواست شما هرچی که شما خواستین همون کارو میکنیم. پس میریم به آهنگ رحمت جان امیدی عزیز. بعداً باز چند سوال خود داشتیم که پوښتنې خلرو. بله بله. به چی آهنگ زیبای مقبول بود رحمت جان. گرچه من میخواستم که اول چند سوالای با شما داشته باشیم و تجربیات شما را بیشتر آشنا شویم. خب به هر صورت خواهش همکار ما بود که آهنگ از شما داشته باشه. بفرمایید همکار عزیز اگر شما سوال در نخست داشته باشین از ایشان. بله د ما پوښتنه رحمت جان نه ده چې موسیقي سره مینه څنګه پیدا شو؟ قربان تشکر میکنم بسیار زیاد. البته که داستانای طولانیست ما مشخص میکنیم که خلاصه در افغانستان در کشور عزیز ما که از شمالی پروان هستیم. در اصل افغانستان وطن ماست. هر گوشه افغانستان خاکش نور چشمای ماست. بسیار زیاد من دوست دارم. اما ما زادگاه ما پروان است که در پایین گلغندی خانه های ما بود. گلغندی تپه سرسبز. ما همراه دوستان عزیزی که در اونجا هنرمندای عزیز بودن، از جمله نور آقا جان بلخی خداوند رحمت کنه که اولین استاد ما بود که ما پیش از اونا موسیقی را یک کم آموختم بر مدت کم. بعد از او استاد امانی جان، استاد عزیز ما خداوند شفای عاجل نصیبش بگردانه که بیمار هستن، و استاد دیگه ما که دارم که ماما جانم است، استاد صدیق سخی.
استاد بزرگ در افغانستان که فعلا هم ما شاگرد اونا هستم. موسیقی را از هر هنرمندی که بپرسین میگه از کودکی در وجود انسان موسیقی میباشه. ما هم از زمان کودکی پدرم میگفت هر جایی که میرفتی زمزمه میکردی. بالاخره رسیدیم به این مقصدی که داشتیم. با واقعیت که گپ شما راست است که در هر انسان از خود یک استعداد می داشته باشه، اما باید در مسیر زندگی و استعداد خود باید پیدا کنه و شما هم این استعداد از خردی داشتین که در این مسیر قرار گرفتین و امروز ثمره امو استعداد و تلاش هایتان و خوشبختانه که شما حتما تلاش کردین که او استعداد از وجودتان پیدا بکنین. خوب رحمت جان عزیز، سوال ما متوجه شما است که چی چالش ها و انگیزه ها در مسیر هنر شما نقش داشته؟ والا گپ بوده که موسیقی خب یک مشعل است، یک روشنی است. بله. و ما بسیاری از دوستایی که مرا میشناسن، ما در کابل در افغانستان ترانه‌های مزار جان ما بسیار علاقه‌مند بودم. البته که همگی از هنرمندا و همه افغانستان علاقه‌مند برای ترانه و آواز زیبای مزار جان است و ما به اثبات میگم که هیچ کسی مزار شده نمیتونه. اما ما بسیار زیاد تلاش کردیم از ابتدا، از کودکی، مدت 20 سال میشه که من در این عرصه کار میکنم و تلاش های بسیار زیاد کردیم. ما هیچ وقتی کوشش نکردیم که ما مثل مظاهر باشم، ولی همه کوشش کردیم که اگر خوب نتونم خرابم نکنم و با یاد بود و مزار جان ترانه هایش سرودیم. و ما این پارچه هم که نشر شد از یک کنسرت لایف است که ما داریم، پروگرام داشتیم و یک کمی وسایل تکنیکی ما کم بود است که با بسیار آلات کم کنسرت اجرا کردیم. و آهنگ اولی که تو با منی بود با ارکستر بسیار بزرگ از تمام دنیا جمع آوری کردیم، از تمام کشورهای اروپایی و ما چند پارچه آهنگای مزار خواندیم که آهنگ تو با منی شما نشر کردیم که با توانی که داشتیم رو خواندیم. امیدوارم کنندگان عزیز رو بشنون و در این باره باید نظر نیک خدا بگوین. انشاءالله. پرحرفی نمیکنم. خواهش میکنیم. تشکر از اینکه جوابای ما را واقعا اما قسمی که ما از شما توقع داریم جواب میتین سوالا را و همکار عزیزم به زبان شیرین عزیز پشتوی خود از شما سوال دیگه خواهد داشتن. سوالون خود دیر دی. رحمت جان ستاسو لمړی سندره کومه ده په تلویزیون کې او په رادیو کې څه نشر شوی؟ برای ما البته که در کابل در افغانستان یک کمی شرایط های زیق بوده که مدت 10 سال میشه که ما از افغانستان برآمدیم و اولین ما دو پارچه آهنگای در تلویزیون ملی داشتم، البته که ثبت کردیم باز در آخر او نشد، شرایط خراب بود و ما یک پروگرام در تلویزیون یک داشتم، یک برنامه در تلویزیون آریانا داشتم، در طلوع نداشتیم و البته که ما دستاورد زیاد به خاطر شرایط که خوب نبود، مساعد نبود نداشتیم و تقریبا مدت 10 سالی که در سفر بودیم هم ناتوان بودیم از عرصه و مدت 3.5 سال است که در آلمان زندگی میکنم. شما همگی میفهمن، همگی دوستایی که در اروپا زندگی میکنن اینا میدونن که تا 1 سال 2 سال همگی در کمپا و در مصروف درس و این پروگرام میباشه. ما تقریبا مدت 8 ماه یا 10 ماه میشه که فارغ از این مسائل ها شدیم، کم کم رو به موسیقی و دستاوردهایی که دارم شروع کردیم. این ابتدا انشالله برای آینده یگان چیز میسازیم. انشالله. بسیار عالی. خب از اینکه من سوال دیگه رو مطرح کنم، بیاین یک آهنگ دیگه شما رو بشنویم، بعداً بخیر باز میریم بعد سراغ سوالای دیگه. خوب است؟ حتما. سماده. حتما. یک آهنگ دیگه از شما میشنویم با بیننده های عزیز. حتما. بایرامی روین شبانشان بایرامی روین شبانشان
زیر بود تکای سنگ میدان میشد که زیر بود تکای سنگ میدان میشد که بابت میکنه تعریف بسیار مثل دختر پیدا نمیشه یارک من چرا خوش باورستی بله رحم کن تو خدا شاید دارم آنگاه مجلسی عروسی همیشه هست اینا رو بشنید یارک من چرا خوش باورستی بله رحم کن تو خدا شاید دارم کار مکن ناز مکن ناز مکن خوش گذرانی این دنیا روزه تو گرم خنده‌ای من آه سردم تو خورشیدی و من سیاره تو مرا بگذار که تا گرد تو گردم یارکی من چرا خوش باورستی گله کن او خدا چاره نداره مگر ابر سیاه از قبله خیزد خداوندا مرا باران بسازی سر زلفای یار جانم بریزد بارم قطره قطره سرگوی تو را بوسه زنم شمال شوم او شمال شوم تا بزم سوی دیاری روی تو را بوسه زنم
دیر کلی به واقعا بسیار آهنگ زیبا، طنین انداز، آرام بخش و گوشنواز بود. تشکر از شما رحمت جان عزیز. واقعا برنامه رو بسیار رنگین ساختین، آهنگای بسیار زیبا و سوالات رو بسیار به شکل خوبش جواب دادین. با عنوان یک سوال آخر من از شما سوال میکنم رحمت جان عزیز، به خاطر که تراکم برنامه یک ذره زیاد شده و مهمان برنامه هم است. آینده هنر و پروژه هایی که در پیش روی دارین چگونه برنامه ریزی میکنین یا برنامه ریزی کردین؟ شما نجیب جان، شما باور کنین که ما بسیار در یک چیزهای ناچیزی پروگرام ساختیم در اینجا. البته نوازنده رو با بسیار مشکلات جمع آوری کردیم، جایاری که ما یاران ثبت کردیم و بسیار مشکلات. بعضی که یکی خودم جدید هستم و دوم دیگه بسیاری از دوستا در اینجا که ما قدر معرفت نداشتیم. البته انشالله که ما پارچه های ترانه های مقبول دارم، آنگاه شاد لایت بخیر دارم که در زیر دست است، تصویرهایش مبرای انشالله در آینده در یوتیوب ما است انشالله بخیر. و ما در آینده امیدوار هستم که بسیار یک پروگرام های خوب بر مردم عزیز خود داشته باشم و ما کنسرت های خوب داشته باشم و ما و ترانه های مزایره ما کوشش میکنم بسیار زیاد که اگر خوب نشود خراب هم نکنیم، اما مردم خود ما بخوانم. و بسیاری از نجیب جان هنرمندا مرا میشناسن، بسیار قدیم مرا میشناسن که البته که در حدود یک مقدار سندم خانه است، تقریبا در حدود 15 سال است که ما آواز میخوانم در همین مدت که هستیم. بسیار از هنرمندا و بسیار از نوازنده مرا میشناسن که ما تلاش های بسیار زیاد کردیم. البته که ما در میدیا نبودیم، اکتیو نبودیم، یک کم به او خاطر دور از همه چیز بودیم. امروز دیگه ماشاءالله نام خدا هر کس یک ارمینه مانده پیش روی خود و یک کامره آنگاه ثبت کردن و میخوانن. اما با افتخار میکنم اصلا در این موضوعات ما تنگ نظری ندارم و بسیار خوشحال هستم هر کسی که میخوانه. اما ما هم نباید که نادیده گرفته شویم، برای از اینکه ما در حدود 20 سال است که ما شاگردی استاداره کردیم و به واقعیت که شما استادای مستعد قرار دادین یا شاگردشان بودین یا اونا را تعیین کردین در زندگی هنریتان؟ دو استاد بزرگ افغانستان بودیم. بله. اولش استاد مانی جان مالی خان بزرگ افغانستان که من شاگردشان هستم. البته که من آنگاه مالی را هم میتونم بخوانم، اما متاسفانه که اونقدر یکم اما ماحولش اونقدر بر من پسندیده نیست، چون من بسیار مظهر جان دوست دارم. در همین مکتب آماتور آمدیم، از ابتدا بودیم تاله و ما شاگرد ماما جان استاد صدیق سخی که در بسیار شاگرد سرانگ هستند و ما از مکتب آموختیم موسیقی را. معلوم میشه که شما به شکل اکادمیک میخواین که رشته هنر را پیش ببرین و واقعا آواز مقبول هم دارین، بسیار گوشنواز گوشای ما را نوازش میده و به شکل بسیار عالیش هم خواندین و امیدوار هستیم که در برنامه بعدی بخیر از شما را زیادتر داشته باشیم، زیادتر گفتمان همراهتان داشته باشیم. بینندای عزیز ما امیال کامنت های بسیار فوق العاده زیبا برای شما نوشته کردن، چک و بهبه و شما را استقبال گرم کردن که با واقعیت هنرمند وقتی که میاید در مقابلشان اگر به شکل درستش اونا موسیقی را وصل نکنن، از مردمای ما یا هموطنای ما بسیار موسیقی شنو شدن و میفهمن. و شما با واقعیت که بسیار زیبا خواندین. شما تشکر میکنم، سلامت باشین. امروز البته جوانام دوباره در موسیقی اصیل افغانستان رو آوردن، از گرم زیاد خسته شدن. حالا دوست دارن که شعرهای مقبول عاشقانه و دوستانه را بشنون پر مفهوم دیگه. ما هم کوشش میکنیم که بعضی از موسیقی های که قابل شعر خوب نداره و
فارغ از ادب انسانی است و فارغ از ادبیات زبان فارسی است و کوشش میکنم که در آینده اینا را از جامعه کم بسازیم. اما کوشش میکنیم که جوانای عزیز تشویق کنیم به شاعرای بزرگ افغانستان، شاعرای بزرگ فارسی و به موسیقی اصیل افغانستان رو بیارن. و ما شعر باید منعکس دهنده احساسات شاعر و او باید یک پیام داشته باشه که او شعر هنرمند ما بخوانن که تا بتانه او جاودان و ماندگار بانه. شما بسیار حرف بجای زدین. همطوری عزیز، چطور است که از محترم سید صلاح الدین امین متصدی برنامه خواهش کنیم که اونا فکر میکنم یک سپاسگزاری از محترم رحمت جان عزیز دارن. نظر شما چی است؟ سامده، بالکل سامده. تشکر میکنم از نجیب جان درویش، همچنین از نظر جان که من دعوت کردین. بله، رحمت جان عزیز ما امیدی بزرگوار در شهر آمبورگ ما زندگی دارند. آدم بزرگ، محترم و قابل احترام. چیزی که من خوشم از رحمت جان یک وظیفه داره که همیشه با احترام پیش رفته و همیشه مهربانی محبت کرده. من خودم شوق دارم، علاقه دارم و میخوایم با این هنرمند بزرگ بسیار افتخار دارم که امروز آشنا شدم و امروز در برنامه دعوتشان کردم. در برنامه را پذیرفتن، آمدن، تشریف آوردن و شما باش مصاحبه کردین. افتخار برنامه ما هستند. با وجود صبرشان برنامه را رنگین ساختن. رحمت جان عزیز، بر خودت طول عمر، سعادت و نیکبختی آرزومند هستم. همونطور که نجیب جان گفتن، امیدوار هستم که دفعه اولتان نباشه. این برنامه خودتان است، برنامه با هم از شماست، بر شما تعلق داره. همیشه در اختیار شماست. تشریف برین، قدمایتان روی چشم دیده ما. جان سپاس از مهربانی محبتتان. شما را به صدق میسپارم. یک عالم ممنون هستم که دعوت ما را پذیرفتین، تشریف آوردین. جان سپاس. آقا صاحب عزیز، بسیار زیاد تشکر میکنم از خودتان. شما هم افتخار بخشیدین که ما کوچک را در برنامه مقبول زیبایتان دعوت کردین. ما از همگیتان تشکر میکنم بسیار زیاد. خودتان بزرگوار هستین آقا صاحب عزیز و افتخار میهن ما، افتخار وطن ما هستین، بزرگ ما هستین. ما هم بر شما بسیار زیاد احترام میکنیم. انشالله که ما هم با هم سلامت باشیم که یک دستاوردهای از هنر ناچیز خود داشته باشیم که در خدمت شما و برنامه شما و در خدمت مردم عزیز خود باشیم. و تشکر میکنم بازم در آخر. بفرمایید نزیلا جان بفرمایید. ډیره مننه رحمت جان څخه خبرونه تراغلي کلی سندره موږ ته ډالۍ کړ او موږ تاسو سره ډیره خوږې مرکې درلود. ډیره مننه. تشکر میکنم. سلامت باشید. روزگارتان. واقعیت که سپاس بی‌پایان از حضور ارزشمند شما هنرمند عزیز ما که واقعا برنامه ما را رنگین ساختین. حضور سبز خود در این برنامه ما را سبز ساختین. یک دنیا تشکر. اخلاق هنریتان واقعا قابل قدر است، هنرتان قابل قدر است و بسیار ما خوشحال هستیم که همیشه همکار برنامه همه با هم باشین و این برنامه اولتان نیست. ما دیگه واگذار نمیشیم، شما را حتما با خود می داشته باشیم انشاءالله. حتما ما کوشش میکنم. همیشه ما دوست دارم که در خدمت مردم خود باشم. همیشه سلامت باشین. تشکر از لحظات دلنشینی که با شما داشتیم و بیننده‌های عزیز ما واقعا از شما استقبال گرم کردن و امید موفقیت‌های مزید شما در عرصه هنر و زندگیتان. خدا جان یارتان باشد. بسیار زیاد خوشحال شدیم. سلامت باشید. خب همکار عزیز، فکر میکنم که ما پیشتر معزلی داشتیم به شکل ویدیویی. فکر میکنم که نمیتونیم مهمان عزیز ما را که اونا را ما با افتخار یاد کنیم که این مهمان ما پروفسور دکتر محمد انور ترابی، دکتر علوم طب، پژوهشگر و نویسنده، از شخصیت‌های برجسته عرصه صحی کشور ما هستند که ایشان به عنوان
عضو شورای رهبری و مسئول کمیسیون امور صحی مجمع دانشمندان نقش ارزشمند در بهبود خدمات صحی و ارتقای ظرفیت‌های علمی ایفا کردند. نشر مقالات علمیشان و تالیف کتاب‌های طبیشان بخشی از دستاوردهای ارزشمندشان در خدمت به جامعه و جامعه علمی مردم ما بوده که می‌خواهیم حضور ارزشمندشان از طریق تلفن با خود داشته باشیم، چون ما بسیار تلاش کردیم که ایشان به شکل تصویری بیاریم، اما عیف میشه که اونا آماده هم هستن و اونا در برنامه زحمت کشیدن آمدن و این فرصت ما از دست بدیم. پس از بانو زلیخا جان عزیز تقاضا میکنم که محترم پروفسور دکتر انور ترابی صاحب به خط بیارن و سخنان ناب و زیبای خود با ما در میان بگذارن. دیر خوب. بانو زلیخا جان پوپل. بله نجیبه جان امرایشان صحبت کردم امی لحظه گفت ما از اینترنت کمک امروز سلوس فکر میکنم. بینندای عزیز منتظر باشین و تا زمانی که اینا بیاین ما تشکر میکنم از عزیزانی که در فیسبوک بله خوش آمدید. خب نتونستن؟ نه نتونستن. خب خیلی معذرت میخواهیم. ما خواستیم که محترم ترابی صاحب در برنامه داشته باشیم، اما متاسفانه که نظر به موضوع تکنیکی ندانستیم اونا را برای به استودیو بیاریم و سخنانش و ایره ما قول میتیم وعده میتیم که ایشان حتما در برنامه بعدی هستن و امی موضوعی که داشتیم او را مرفوع میسازیم قبلا از اینکه برنامه آغاز شود. تشکر میکنم بانو پوپل عزیز، شما همیشه زحمت کشیدید. تشکر از شما. برای ما از هنرمند عزیز ما تشکر میکنم هم که بسیار آواز مقبول داشتن. سلامت باشه. واقعا بسیار زیبا خواندن، گوشای ما را نوازش دادن. انشالله همیشه ازشان ما در برنامه ها آهنگای زیبای خواد داشتیم. سلامت باشید. تشکر. شب ما خوش. قربانتان. با اجازه شما عزیزانی که در فیسبوک زحمت میکشن، قدم رنجه کردن و برنامه ما را مورد ستایش و استقبال و حمایت خود قرار دادن، ازشان یک دنیا تشکر میکنیم. از محترم رضا جان احمدی تشکر میکنیم که در برنامه هستن. از رمزیه جان نیک تشکری میکنیم، شاعری عزیز ما. از همکار نازنین ما شغله جان تشکری میکنیم که در بخش پیاما کمک میکنن. از محترم رومان تلاش تشکری میکنیم که از روین اندیشه که اینا با پیام‌های خیلی زیبای خود ما را واقعا مفتخر میسازن. از صدیقه جان زاهل و نطاق و گوینده خوب و خبرنگار خوب ما در تلویزیون بهار ازشان تشکر میکنیم. از عزیزی محترم ادیب عزیزی عزیز، از عطیه جان تورزیا که اسمشون غلط نگویم، بعض وقتا هم انگلیسی آدم یک کمک سلاطه میشه، خراب میشه. فاطمه جان عبیبزی تشکر میکنیم ازشان که در برنامه حضور دارن. حضور همگیشان خیر مقدم میگیم. از پیامایشان، از دیدگاه های خیلی خوبشان که واقعا یک انرژی بر ما میبخشن و نشان میده که اینا چقدر علاقمند فرهنگشان هستن، علاقمند برنامه هایشان هستن. و تلویزیون جهانی بهار واقعا تمام دستاندرکارانشان تلاش به این دارن که برنامه های مستعد، برنامه های خوب، برنامه های آموزشی و هنری و خبری را برای بیننده های عزیز تقدیم کنند. و ما ازشان فقط امیر میخواهیم که هم کمک های مادی کنن، هم کمک های معنوی کنن. محترم انجینیر صاحب توریال واقعا که شخصیت برجسته فرهنگی ما هستن، همیشه تلاش میکنن و ازشان تشکر میکنیم که در بخش برنامه ها دست بالای دارن و زیاد زحمت میکشن. ازشان یک دنیا تشکر. فوزیه جان شهاب همه قسم، تمام همکاران عزیز که در برنامه تلویزیون بهار هستن، جهان سپاس.
خب همکار عزیز، اگر شما گفتنی نداشته باشین چطور است که بریم به دنبال گزارشی که از وطن عزیز ما همکاران نازنین ما چقدر تلاش میکنن، چقدر برنامه‌ای و زینی را برای ما تهیه میکنن. گفتنی دارین؟ بفرمایید. نه ډیر ښه، موږ به د راپور ببینو د ګران هیواد نه، لیدونکو به هم منتظر وي انشالله. پس از استودیو خواهش میکنیم که گزارشی که تهیه شده از افغانستان وطن عزیز ما امو را به معرض نمایش قرار بدن که بیننده های عزیز ما لذت ببرن و ما همچنان. این قصر دارلمان است، بنایی که تاریخ افغانستان را در دل سنگهایش حک کرده و صدای اصلاح طلبی و ویرانی را در دل خود نگه داشته است. اوایل قرن 20 زمانی که امان الله خان رویای افغانستان مدرن را در سر می پروراند، دستور ساخت این قصر را داد. قصر دارلمان در سال 1925 میلادی توسط مهندسان آلمانی به رهبری والتر هارتن آغاز شد و در سال 1927 به پایان رسید. این بنا نه تنها نماد دوستی افغانستان و آلمان بود، بلکه نشان دهنده آرزوی پیشرفت و تجدید بود. در اطراف آن ساختمان‌های مهم مانند شورای امنیت ملی، موزیم ملی، دانشگاه بین المللی افغانستان قرار داشت. اما این شکوه دیری نپایید. نام دلو سال 1368 این قصر هدف بمباران قرار گرفت و بخشی از آن ویران شد. جنگ‌های داخلی دهه 70 خورشیدی آسیب بیشتری به آن وارد کرد و دارلمان به ویرانه‌ای تبدیل شد. برای دهه‌ها این قصر به نمادی از درد و خشونت تبدیل شد تا اینکه در سال 1395 بازسازی آن با هزینه 16 میلیون دلار آغاز گردید. بازسازی قصر نه تنها برای حفظ میراث تاریخی بلکه برای جذب گردشگران و احیای معماری دوره امانی انجام شد. در این پروژه از سنگ‌های با کیفیت گرانیت میگاشیست از منطقه 40 ستون کابل استفاده شده است. قصر دارلمان در 19 آگوست سال 2019 پس از نوسازی دوباره گشوده شد. این قصر با معماری نیوکلاسیک و 3 طبقه با یک امروز قصر دارلمان دوباره استاده است تا روایتگر امید باشد. این بنا تنها یک ساختمان نیست، بلکه نشان دهنده تاریخ پرفراز و نشیب افغانستان است. نکته جالب و مهم دیگری که میخواهم در مورد این قصر بر شما یادآوری کنم این است که این قصر طی سالهای اخیر شاهد بهترین برنامه‌های فرهنگی بوده است و همچنان برگزاری بهترین نمایشگاه‌های صنعتی بوده است. ناگفته نماند از سراسر افغانستان مردم در برنامه‌های مختلف این قصر اشتراک می‌کنند، نه تنها برای دیدن نمایشگاه‌ها و یا همچنان برنامه‌های اجتماعی بلکه بله همکاری عزیز، ما سپاسگزار هستیم از خبرنگار گرامی که برای تلاش‌های مستمر و ارائه این تصویرهای زیبا برای ما زحمت میکشند. بالکل دیر کلی راپور، واقعا گزارش بسیار زیبا، تاریخی و افتخار آفرین برای ما بود. از شما یک دنیا تشکر میکنیم. ببخشید که من اناونس گزارش دادم همکاری عزیز، شما باید من اناونس میدادین. بفرمایید. بله درنو لیدونکو، د شعر او شاعرۍ سره څنګه یې؟ د ما خو ډیره خوښه ده. واو. د خپرونې په دې برخه کې له درنې نجیبه جانې نه هیله کوم چې په خپل خوږې او ښکلي غږ سره د محترمې عزیزه جانې عنایت یو ښکلی شعر موږ ته ډالۍ کړي. تشکر.
همکار عزیز، واقعا استاد عزیز عزیز جان عنایت، شاعر توانمند، شاعر معاصر، شاعر که واقعا در حد خود بدلشناس هم هستند و اشعار بسیار زیبا مخمس سرا هستند، واقعا که مخمس بسیار زیبا می سرایند، اشعارشان بسیار عالی است و شاگرد قندی آقا بودن که همکاری عزیز ما هستند. همیشه اشعارشان که ما میخوانیم به دل چنگ میزنه و شما تشکر از این که لطف کردین در این بخش برنامه دکلمی از شعر یا چکامی محترمه عزیزه جان عنایت که خدا کنه که ما به شکل درستش خوانده باشم خدمتتان تقدیم میکنیم. هرومرو قربانتان. بیننده عزیز توجه کنین به این دکلمی از سروده های محترمه عزیزه جان عنایت با خوانش نجیبه درویش. عرض درود و مهر حضور شما شیفتگان ادب. اینک سروده خیلی زیبا از لابلای سروده های محترمه عزیزه جان عنایت، شاعره توانا و محاصر ما، با عنوان ساحل امید. دوش اشکم را زنان با آه دل ببرید و رفت. دوش اشکم را زنان با آه دل ببرید و رفت. چون گوهر از دیده من پیش پا افتید و رفت. شعله جانسوز غم بر جان و دل افتیده بود. شعله جانسوز غم بر جان و دل افتیده بود. ناله دل را میان آتش نشنید و رفت. ره شد از چشم من در نیم شب سوی سحر. ره گشود از چشم من در نیم شب سوی سحر. صبح دم بر روی گل چون شبنم خندید و رفت. دامنم از دانه های اشک من بالنده بود. دامنم از دانه های اشک من بالنده بود. ناگهان دست صبا وان دانه دانه چید و رفت. قطره های اشک جاری دامن دریا گرفت. قطره های اشک جاری دامن دریا گرفت. عاقبت در ساحل امیدها پیچید و رفت. حاصل مقصود گر
خواهی عزیزه سعی کن. حاصل مقصود گر خواهی عزیزه سعی کن. هر قدم در زندگی باید نکو سنجید رفت. هر قدم در زندگی باید نکو سنجید رفت. به 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 نجیبه جانې څه ښکلی غږ او څه ښکلی دکلمه او ډېر په احساس مو دکلمه کړ. ډېر ښکلی او رښتیا څه شعر هم ډېر ښکلی شعر و. با واقعیت شعرشون بسیار زیبا. عنایت شعر ډېر ښکلی شعر او ډېره تکړه شاعره ده. د هېواد ډېره تکړه شاعره ده. نام خدا. تشکر همکاری عزیز، شما مرا کوچک نوازی کردین. سلامت باشین. جرأت میتین که دیگه هم دکلمه کنم. تشکر از شما. حتما حروم رو ولی نه. سلامت باشین. خب همکاری عزیز، فکر میکنم که به آخرین دقایق برنامه رسیدیم. همینطور نیست؟ بله بله همدسته ده. خب با سپاس از حضور و همراهی شما بینندگان عزیز در برنامه امروز. امیدواریم که لحظات سپری شده پر از آگاهی، شادی و الهام براتان بوده باشد و تا دیدار دیگر در پناه مهر و سلامتی و خوشبختی خداوند شما را می سپارم. همچنان همکار عزیزم تشکر میکنم ازشان که امروز با ما همکاری کردن در برنامه. تشکر. موفق باشین. شما هم خداحافظیتان نکنین. از همراهی شما و بینندگان عزیز صمیمانه قدردانی میکنم. درنو لیدونکو ډیره مننه تر پایه پورې موږ سره وئ او تاسو ته ښه شپه غواړم. نو څه ویل نه لرم. تشکر. خب بینندگان عزیز، تا برنامه بعدی که خداوند فرصت‌های دیگه بر ما بده که باز هم به حضور سبز شما حاضر شویم و برنامه را تقدیم روی نازتان کنیم، شما را به الله پاک می‌سپاریم. الله نگهدار. خدای پامان. المپیا موبایل قابل اطمینان. موبایل المپیا محصول و دستاورد مدرن ترین تکنولوژی. موبایل المپیا آری از گازات مضر، سلفر، اسید و ضامن سلامتی هر نوع انجن دیزلی و پترولی. المپیا آیل دارنده معتبرترین سرتیفیکت های بین المللی. المپیا آیل آزمایش شده در کمپانی مرسدس بنز آلمان. یووالی او پیوستون ریښتینی غږ. المپیا موبایل قابل اطمینان. موبایل المپیا محصول و دستاورد مدرن ترین تکنولوژی. موبایل المپیا آری از گازات مضر، سلفر، اسید و ضامن سلامتی هر نوع انجن دیزلی و پترولی. المپیا آیل دارنده معتبرترین سرتیفیکت های بین المللی. المپیا آیل آزمایش شده در کمپانی مرسدس بنز آلمان.
ای آن که در نگاه تو خورشید خفته است، پرواز را به نام تو آغاز می کنم. سپاس مر خدایی را که جهان را آفرید و انسان را آفرید و آن را عقل و خرد بخشید. برنامه تلویزیونی همه با هم، ندای انسانی ما و هموطنان مهاجر در سراسر جهان و صدای آزادیخواهی به هموطنان در قید استبداد در کشور ماست. این برنامه تلویزیونی وظیفه خود می داند تا سهم کوچک در همپیوندی با بیجا شدگان هموطن که در کشورهای مختلف تحت قوانین مختلف زندگی می کنند و به غرض مطابقت زندگی آنها یا انتگراسیون و ترویج فرهنگ دیرپا و غنی تاریخی کشور ما با تدویر اذهان هموطنان به خصوص زنان، نوجوانان و جوانان و نقش آموزشی و تربیتی و سایر برنامه‌ها خواهد بود. بیایید همه با هم در برنامه همه با هم که از شبکه جهانی بهار تقدیمتان می گردد صدای همدیگر باشیم. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم و ارزنده ایتان.